ریدم شهریور. خدا شکر امتحانمون خیلی خوب دادم. ای گوت بخورد گم هر چی سوال داشتی از ما پرسیدی. حقیقتا هیچی نخوانده بودم. تو اسم و فامیلت هم از ما پرسیدی. مگم هیچی نخوانده بودم. تو اینقدر گابی چجوری تیزوشان قبول شدی؟ چون مدرسه بابام بود. جناب سلام. اینا سلام. تو چه ازی برآمدی؟ من تو شب داشتم تا صبح درس بخوندم، خود امتحان خواب ماندم. شما چیکار کردید؟ ریده. راستی زمان زیر کامل کنی چی میشه؟ موش تو سوراخ نمیرفت. ولی بیموش میره. نه موش تو سوراخ نمیرفت ولی دست تا جارو میرفت. عزیز جانا موش تو سوراخ نمیرفت ولی جارو رو ببست به دومش. این که اصلا بی‌معنیه. ریدی تو ضرب المثل. اینا رو ولش کن. مراقبه به موش شک کرده بود. فهمی که متقلب دوست دارم اصلا. ولی فکر نکنم به خاطر شک بهت چسبونده بود. پس به خاطر چی بود؟ به خاطر که خیلی نازی عزیز جون. ها همون که گفت تابستون بیا کلاس خصوصی مجانی. ای کرانی خرخون لاشه تقلب نرسون. خوب دادم. 20 میشم. درد نداشت.